دختران پیامبر صلی الله علیه و سلم. شما خیال میکنی واقعا عثمان داماد رسول خداست؟ بعد که میریم به تحقیق تاریخ میبینیم قصه چیز دیگری است. اساساً پیغمبر خدا غیر از فاطمه دختری نداشته است. بینندگان گرامی، دشمنی با صحابه کار را به جایی کشیده که این رافضیان وقایع روشن تاریخی را انکار می کنند. اینها به خاطر این که دامادی امام عثمان رضی الله عنه را انکار کنند میخواهند بگویند رسول الله صلی الله علیه و سلم دامادی جز علی و دختری جز فاطمه نداشته است. واقعیت این است وقتی که اینها میگویند عثمان انسان نادرستی بوده است، با این حقیقت تاریخی روبرو میشوند که عثمان رضی الله عنه 2 بار داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم شده است. نمیدانند که چگونه این حقیقت را توجیه کنند. بنابراین دچار پراکندگویی میشوند و بهترین راه به نظرشان این است که بگویند اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم غیر از فاطمه رضی الله عنها دختر دیگری نداشته است، در حالی که به نص صریح قرآن کریم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیش از 1 دختر داشته است، چنان که الله متعال می‌فرماید يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ای پیامبر، به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو چادرهای خود را بر خویشتن فرو پوشند. این پوشش به این که به پاک دامنی شناخته شوند نزدیکتر است و بدین ترتیب مورد آزار قرار نمیگیرند و الله آمرزنده مهرورز است. شاید بگویند در اینجا هدف دختران امت پیامبر است، ولی چنین نیست، زیرا جمله بعدی که میگوید و نساء المؤمنین یعنی زنان مؤمنان این احتمال را برطرف میسازد. همچنین کتاب‌های معتبر شیعه بر این امر تأکید میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دخترانی غیر از فاطمه رضی الله عنها داشته است. کلینی در الکافی جلد 1 صفحه 646 باب مولد النبی صلی الله علیه و سلم و وفاته روایت میکند رسول خدا از خدیجه قبل از بعثت صاحب فرزندانی به نام قاسم، رقیه، زینب و ام کلثوم گردید و بعد از بعثت صاحب فرزندانی به نام طیب، طاهر و فاطمه گردید. و مجلسی در بهار الانوار جلد 42 صفحه 92 روایت می کند که علی رضی الله عنه بعد از وفات فاطمه رضی الله عنها و خواهرزاده وی امامه بنت ابوالعاص بن ربیع که مادرش زینب دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود ازدواج نمود که از آن صاحب فرزندی به نام محمد الاوسط گردید. همچنین طوسی در تهذیب الاحکام جلد 3 صفحه 20 باب الدعاء فی عشر الاواخر من رمضان این دعا را نقل کرده است که اللهم صل على رقیة بنت نبیك والعن من آذى نبیك فیها. اللهم صل على ام کلثوم بنت نبیك والعن من آذى نبیك فیها. بار الها به رقیه دختر پیامبر و ام کلثوم دختر پیامبر درود و سلام بفرست و کسی که پیامبرت را با آزار رساندن به او آزار میرساند لعنت کن. حال ما این اسناد دینی و تاریخی را باور کنیم یا سخنان حاج آقا را؟